سوال 4. به شکل نگاه کنید. رودخانه به عرض L دوم را در نظر بگیرید. قایقرانی می‌خواهد مستقیم از A به B برود. با فرض ساکن بودن آب، قایقران این مسیر را طی می‌کند. اگر آب در رودخانه با سرعت V0 تقسیم بر 2 به سمت شرق جریان داشته باشد، باید الف سرعت قایق نسبت به آب و سمتگیری قایق در چه جهتی باشد تا با سرعت V0 دوم به نقطه B برسد. ب. چقدر طول می‌کشد تا قایق به نقطه B برسد. اینجا شکل مسئله رو کشیدم. این تصویر رودخانه است که عرضش برابر با L دوم. اگر رودخانه ساکن می بود، قایق از نقطه A تا B رو توی این مسیر خطچین طی می‌کرد، یعنی زاویه‌اش با محور افقی میشد 37 درجه. ولی سرعت آب نسبت به زمین V0 دومه. بنابراین قایق باید با یک زاویه دیگه‌ای نسبت به این آب حرکت بکنه تا به نقطه B برسه. اسم زاویه‌اش رو من میذارم آلفا. مثلا فرض کنید با این زاویه حرکت بکنه. بر اثر حرکت آب نهایتاً میرسه به این نقطه B. صورت مسئله گفته که سرعت قایق نسبت به آب چجوری باشه که اندازه سرعتش وقتی به نقطه B میرسه برابر V0 دوم باشه. خب من اینجا اومدم 3 تا متغیر معرفی کردم. گفتم سرعت آب نسبت به زمین یا سرعت رودخانه نسبت به زمین برابر با U که میشه V0 دوم در بردار یکی I. یعنی من محورامو اینجوری در نظر گرفتم. این X این Y. بعد سرعت قایق نسبت به آب رو V' گذاشتم و سرعت قایق نسبت به زمین رو V گذاشتم. رابطه کلی که ما داشتیم به این صورت بود. سرعت قایق در دستگاه ثابت زمین میشه سرعت قایق در دستگاه متحرک رودخانه به علاوه سرعت آب رودخانه نسبت به زمین. توی شکل الان این سرعت V هستش. زاویهش با افق برابر با آلفا که مجهوله. این بردار V رو من میتونم به 2 تا مؤلفه تجزیه کنم. Vxi به علاوه Vy در J. این برابر میشه با V کوسینوس آلفا در I به علاوه V سینوس آلفا در J. بنابراین سرعت قایق نسبت به آب V' میشه V منهای U. اندازه V توی صورت مسئله گفته میشه V0 دوم. پس من میتونم بنویسم V0 دوم فاکتور بگیرم کوسینوس آلفا I به علاوه سینوس آلفا جهت منهای U چی بود؟ U برابر بود با V0 دوم در I. V0 دوم در I. پس اگر ساده کنیم این میشه V0 دوم در یک کوسینوس آلفا منهای 1 در I داریم به علاوه یک سینوس آلفا در J داریم. از طرف دیگه صورت مسئله به ما گفته که میخوایم سرعت قایق وقتی به نقطه B میرسه برابر باشه با V0 دوم. یعنی اندازه V' برابر با V0 دوم. این بالایی V' بود دیگه، بردار V' بود. اندازه این بردار بالایی چی میشه؟ V0 دوم که فاکتور میگیرم، یعنی در واقع داریم رادیکال V0 دو چهارم که میشه V0 دوم. بعد یه رادیکال برامون باقی میمونه. چیه؟ یک کوسینوس آلفا منهای 1 به توان 2 داریم به علاوه یه سینوس آلفا به توان 2 داریم. خب وقتی این دوتا با هم دیگه برابر میشن این V0 دوم با V0 دوم حذف میشه و داریم رادیکال این عبارت میشه 1. خب وقتی رادیکال عبارت میشه 1 خود عبارت هم باید برابر باشه با 1. یعنی کوسینوس آلفای منهای 1 به توان 2 به علاوه سینوس آلفا به توان 2 مساوی است با 1. پس کوسینوس 2 آلفا منهای 2 کوسینوس آلفا به علاوه 1 به علاوه سینوس آلفا به توان 2 مساوی است با 1. خب حالا کوسینوس 2 آلفا به علاوه سینوس 2 آلفا خودش میشه 1. پس داریم 2 منهای 2 کوسینوس آلفا مساوی است با 1. یا 2 در 1 منهای کوسینوس آلفا مساوی است با 1. پس 1 منهای کوسینوس آلفا برابر با 1 دوم و کوسینوس آلفا
برابر میشه با 1/2. در نتیجه آلفا میشه کوسینوس وارون 1/2. کدوم زاویه است که کوسینوسش برابر 1/2؟ آلفا مساوی 60 درجه است. پس زاویه قایق نسبت به ساحل رودخونه باید 60 درجه باشه تا به نقطه B برسه با سرعت v². قسمت B مسئله از ما خواسته که زمان لازم برای رسیدن قایق به اون نقطه رو پیدا بکنیم. خب بذارید من شکل رو یه بار دیگه ترسیم کنم. قایق یه همچین مسیری رو طی میکنه. مسیرم خط راست نیستا، به خاطر اینکه یه جریان آب هم داریم و این رو هل میده. خب ما میدونیم که فاصله ارضی که طی میکنه برابر با L2. پس این L2 برابر میشه با مؤلفه قائم سرعت قایق نسبت به زمین ضرب در T. v². سینوس آلفا در T. از این رابطه من میتونم T رو به دست بیارم. این 2 که با 2 حذف میشه و این برابر میشه با L تقسیم بر v² سینوس آلفا. خب وقتی آلفا برابر 60 درجه است، سینوس آلفا میشه رادیکال 3/2. پس این برابر میشه با 2L در رادیکال 3 v². سرعت نسبی بحث خیلی مهمیه و من چند تا نمونه دیگه هم حل کردم که توی جزوه هستش.